تهران تشکیل میشه. پرونده جهت ادامه تحقیقات به اداره 11 پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال میشه. متعاقب این قضیه حدود 10 روز بعدش جسد سوخته‌ای در حوالی شهر نطنز توسط عوامل انتظامی شهرستان نطنز کشف میشه. مورد به پلیس آگاهی تهران اعلام شد. در بررسی که همکاران بنده به عمل آوردن متوجه شدن که این جسد متعلق به همین فردی است که فقدانیش توسط خانومش اعلام شده. خب پرونده جهت بررسی‌های بیشتر به اداره 10 پلیس آگاهی، اداره ویژه قتل ارسال شد که در اونجا بررسی بشه. در بررسی‌هایی که همکاران بنده کردن در همون ابتدا متوجه شدن که این خانم با یک فردی که همکارش است در یک شرکت خصوصی که با هم همکار هستن ارتباطات نامتعارفی داره. خب این خانم دستگیر شد، به پلیس آگاهی هدایت شد. تحقیقات از ایشون به عمل اومد. اون فرد هم اعتراف کرد که با همکاری یکی از دوستان دیگه‌اش اقدام به این قتل کردن. آقا مجتبی. بله قربان. خوبین؟ قربان شما، متشکرم. یه ذره صورتت انگار داره میلرزه. اون مال تیکای عصبیه که در اثر مصرف انسولین 15-20 ساله دارم انسولین استفاده میکنم. یه چیز طبیعیه. به غیر از انسولین چیز دیگه هم مصرف میکنم؟ دیگه میکنی؟ استفاده تا حالا به عمرم نکردم و نمیکنم. هرچند که دم دستم از همه نوعش درجه 1 و بدون ناخالصیش بوده. به سبب کارتون دیگه؟ به سبب کارم، اما هیچ وقت وسوسه استفادهشو نشدم. چرا؟ دوست نداشتم. هر کسی به حال یه اعتقادی داره. آها، شما اعتقاد دارید که دیگران بدبخت بشن؟ نه، خودتون بدبخت اعتقادی نشید؟ به این که دیگران بدبخت بشن نداریم. ببینید اگر اینجوری به قضیه بخواید نگاه کنید، آلفرد نوبل هم زمانی که دینامیت رو کشف کرد، اونو کشف کرد برای پیشرفت جامعه بشر، اما نمیدونست بعدها در جنگ جهانی اول و دوم کسانی مثل هیتلر، موسولونی یا متوجه شدم. شما که میدونستی که اینها مصرف دارویی داشته، منتها الان مصرف دارویی داره. آقا مجتبی، ما شما رو به خاطر بحث توزیع مواد مخدر یا جرم مرتبط با بحث مواد مخدر شما رو اینجا نیاوردیم. درسته قربان. فکر می‌کنم بریم سمت پرونده اصلی بهتر باشه. الان شما رو به چه اتهامی دستگیر کردن؟ اتهام قتل. به اتهام قتل؟ به اتهام قتل از کنم بزرگتون یه بنده خدایی. نه، قتل عمد. قتل عمد خورده. آره ما چون شما که ماشاءالله انقدر فیلسوف هستی قشنگ توجیه می‌کنی، انواع قتل رو می‌تونی به من توضیح بدی؟ بله، قتل عمده. الان در حال حاضر قتل عمد ما خورده. 16 از من خواستن که بیام برای ادای توضیحات آگاهی، اومدم و منو بازداشت کردن. از اون موقع به بعد قبلش هم ازتون تحقیق شده بود، درسته؟ قبلا یه بار تحقیق شده بود از اما چیزی به دست نیامده بود و ول کرده بودن رفته بودن. بوج 1 که در واقع تحقیقات رو از من دیگه جدا شد، دنبال افراد دیگه رفته بودن که ببینن ارتباطات دیگه چیزای دیگه پیدا میکنن یا نه. منم این که بابت این که زنگ زدن اومدن، چون میدونستم کاری رو انجام ندادم، بلند شدم اومدم. آموشا شما قبل از اینم سابقه دستگیری داشتید؟ نه متاسفانه. خوشبختانه نه. یعنی به خاطر اون کاری که انجام میدادید؟ اصلا ابدا. و شما پس آدم زرنگی هستید؟ نه ببینید بحث زرنگی نیست. من تو ایران هیچ وقت این کار انجام ندادم و نمیکنم. خارج از ایران انجام دادم، منکرش نیستم. برامون از اون روز قتل میگین؟ از کنم بزرگتون بوجه 8 سال گذشته بود که من از طریق روزنامه با شرکتی آشنا شدم. بله. آگهی برای بازاریابی و همینطور مشاوره ویژه فروش و صادرات زده بود. دنبال کار میگشتم. دنبال کار بودم، میخواستم زندگی سالم داشته باشم، از زندگی قبلی کلا بیام بیرون. زندگی قبلی رو کلا بوسیده بودم، گذاشته بودم کنار. بله. با خانمی کار کردم که در واقع مدیر فروش من بودن و مدیر بالادستی من بودن. بله. با ایشون که شروع به کار کردیم، بعد از 1-2 ماه آرام آرام ابتدا به صورت رابطه کاری بود و بعد رابطه کاری تبدیل شد بنا به خواسته خودشون به رابطه عاطفی و رابطه خصوصی تر شد. شما همزمان متأهل بودین؟ من همزمان متأهلیم رو داشتم، اما تقریبا در حال جدایی هم بودم. و الان جدا شدین یا متأهلین؟ نه، با این وضعیتی که الان برام به وجود اومده کلا زندگیم پاشید. خب رابطه ما با این خانم گرمتر شد. یه جوری شد که
این خانم تمامی مسائل شخصی و خصوصی خودش رو کامل به ما میگه. شما فرمودید که ایشون میخواستن که این اتفاق بیفته. منم گیر افتادم تو این دام، چون تو موقعیتی بودم که در حال جدایی بودم، نیاز به محبت رو داشتم. ایشون هم که متأهل بودن از مسائل ریز خصوصی خودشون و ما بین همسرشون گرفته تا الاخر مال خودشون شخصی با رابطه با همکاران و کسان دیگه. و رابطتون صرفا در حد حرف زدن ها بود یا نه؟ فعلا روابط در حد حرف زدن بود. تو صحبتایی که با هم دیگه میکردیم راجع به کارایی خودم که کجا کار میکنم، قبلا کجا کار میکردم، قبلا اونجا چه کارا میکردم. کارایی دقیقا منظورتون چیه؟ چون بستگی به فیزیکتون هم داره. شما ورزشکارین؟ بله قربان. خب من قبلا ورزش رو میکردم، 5 سال به خاطر دیابتم گذاشتم کنار. اما همچنان منظورم اینه کارایی ممکنه کارایی فیزیکی شون ببینید، کارایی فیزیکی چون برای اتفاق خاصی که می‌خواسته به اصطلاح بیفته، عملا مثل این که از قبل دنبال یه همچین چیزی میگشته و اینکه دنبالش گشته و حالا پیداش کرده، همچنان داره ادامه میده باهاش. بعد آروم آروم صحبت‌های همسرش اومد وسط و اینکه چه رابطه‌ای با هم دارن و اینکه رابطه‌شون کاملا میونه هم شکرابه و اینکه همسر این خانم قبلا کجا کار میکرده، شغل فعلیش چی بوده و شغلی که در پوشش شغل فعلیش انجام میداده چی بوده. خب یا بیرون با هم دیگه صحبت میکردیم در مورد مسائل شخصی و خصوصی خانوادگیش و اینکه انگیزه مشاوره میدادم و اینکه انگیزه منو برای این کار ببره بالا و در واقع موافقت منو برای این کار آماده بکنه که من عملا با زبون خودم موافقت بدم. بحث طراحی قتل از کی مطرح شده بود آقا؟ بعد از کنم بزرگتون قربان، بحث طراحی قتلشون رو از 2 ماه قبلش این خانم به صورت آروم آروم زمزمه‌ای توی گوش من انجام داد. از 2 ماه قبل داستان شروع شد که برنامه ریزیشو با من انجام داد، چه جوری باید انجام بشه، کجا انجام بشه، چه تعداد میخوان، این که چه نفراتی رو میخوان. میشه بگین چی گفتن که چه نفراتی رو میخوان که من بهشون گفتم نفرات رو من براتون انتخاب میکنم. تا رسید که شب اول به اندازه کافی دارو خورنده نشده بود که در واقع همسر این خانم رفته بود سر کار خودش توی اون شرکت و توی اون اداره، رفته بود به همکارای خودش گفته بود که احساس سرگیجه و احساس گیجی و منگی زیادی داره که در واقع شب ما بین 22 و 23 تولد متوفا بوده. حالا این خانم از روی آگاهی یا ناآگاهی و یا از روی ترس از اینکه اتفاق شب قبل مجددا تکرار نشه، میزان داروهایی رو که توی مایعات به این متوفا خورونده بود بیش از حد معقول و معمول بوده. طرف به جای اینکه ساعت 1 و 2 شب بره بخوابه، 11 شب رفت خوابید. 11 شب خوابید و من با این خانم از طریق تلگرام و مکالمه تلفنی در تماس بودم. زمانی که زنه به ما چراغ سبز رو اعلام کرد، از طریق آیفون در پایین ساختمان رو زد. اول من و دوم همراه من، همدست من با همدیگه رفتیم بالا. رفتیم دو نفر رفتیم بالا. دقیقاً 2 نفر آدم درشت هیکل پشت در آپارتمان منتظر ما بود. ما به همراه اول من وارد شدم، هم دست من پشت سر من که در واقع به فاصله چند ثانیه نبود، یعنی دقیقاً چسبیده به من بود، وارد شد و اون خانم هم همراه ما اومدیم رفتیم بالا توی اتاقی که همسر این خانم میخوابه، چون اینا از همدیگه جدا میخوابیدن. بله. وارد اونجا که شدیم در واقع دیدیم که آقا این طرف در حال خرخر کردنه و این که داره در واقع مثل یه جوری میگن نفسهای آخرشو میکشه، خرخر داره میکنه، هزیون میگه و کف از دهنش داره میاد بیرون. ما انتظار اینو داشتیم که گفتیم خب وارد منزل یک نفر میشیم، هر چی هم طرف ببخشید شوت باشه، هر چی هم طرف خواب باشه بلند میشه آقا بالاخره با ما گلاویز میشه، نهایتا با پاش یه میزی رو میکوبه، با دستش یه چیزی کار برای شما راحت‌تر میشد. کار برای ما راحت‌تر میشد، یعنی حتی اصلا یه دادی چیزی بزنه، همسایه‌ها چیزی بیاد، ما خودمون رو برای همه شرایطی آماده کرده بودیم. دیدیم آقا وقتی به این حالت دقیقاً هستش و پاهاش هم درازه، هرچی اومدیم زور خودمون رو زدیم که دستاشو باز کنیم به صورت جمع بکنیم که بتونیم با چسب بپیچیم، باز نمیشد، بدن کاملا قفل کرده بود، کاملا صفر شده بود، حتی پاهاش جمع نمیشد که به صورت یک بچه توی شکم مادر که هستش جمع بکنیم بتونیم با چسب بپیچیمش، اینو داخل کیسه بتونیم بذاریم که رو دوشمون بذاریم بیاریم بیرون، جمع نمیشد اصلا. این کارا رو داشتیم انجام میدادیم که بعد در واقع منتظر بودیم که طرف صداش عملا کامل خاموش بشه. ما منزل رو به همراه همدست خودم ترک کردیم، اومدیم پایین که در واقع برای چی اومدیم؟ در این مدت خانم کجا بود؟
این مدت خانم توی اتاق بالا سر همسرش بود و جالبش به چی بوده؟ ما کلیدای ماشین خودش رو، ماشین خود متوفا رو برداشتیم که بریم ماشین رو از توی کوچه جایی که به اصطلاح پارکش کرده داریم بیاریم جلوی در منزل که بخوایم کار انتقال رو انجام بدیم. یعنی بردن با ماشین خودتون؟ بردن با ماشین خودمون کنسل، اصلا قرار نبود با ماشین ما برده بشه. من به فاصله چند ثانیه زودتر برگشتم از همدست خودم بالا. بله. همدست من پشت سر من به فاصله چند ثانیه برگشت. همدست من که در رو زد، در رو باز کرد، اومد اون خانم در رو براش باز کرد، اومد داخل رو، ما پتو رو پهن کردیم و برداشتیم با کمک همدیگه. به هر حال من دست و پای به اصطلاح طرف رو با همون حالتی که بود بستم، با کمک همدیگه 3 نفری این به اصطلاح متوفا رو گذاشتیم لای پتو و ساندویچش کردیم اصطلاحاً. پیچیدیمش و 3 نفری تا جلوی در آپارتمان با همدیگه آوردیمش بیرون. به همراه خانم، به همراه خودم که من پاهاش رو گرفته بودم، من 2 سر پتو که قسمت پاهاش بود گرفته بودم، اونام 2 سر پتو که قسمت سرش بود. تا در آپارتمان اومدیم، از اونجا به سمت پایین تا در پایینی آپارتمان رو من پاهای در واقع متوفا رو گرفته بودم که تو پتو، اونم 2 سر پتو سرش رو گرفت و آروم آروم از پله ها بردیم پایین که با اینکه 2 نفر درشت بودیم 2 یا 3 بار گذاشتیم روی زمین استراحت کردیم چون انقدر سنگین بود برای ما. گذاشتیم صندلی عقب که حتی جا نمیشد، من پاهای مقتول رو گرفتم گذاشتم رو صندلی جلو در رو بستیم و اونا نشستن داخل ماشین و از محل به اصطلاح در واقع دور شدن که من برگشتم بالا، از خود این خانم چیزش رو گرفتم، در واقع کیف مدارکش رو گرفتم و همینطور کفشاشو ازش گرفتم و اومدم بیرون و منم توی خیابون در واقع فکر کنم اگه اشتباه نکنم نصرت بود، سوار ماشین شدیم و از اونجا رفتیم. چیزی رو که ما از منزل خارج کرده بودیم 100% آدم مرده بود چون هیچ گونه علائم حیاتی نداشت. شما چک کرده بودی؟ ما چک نکردیم از اون بابت، چون زمانی که بالا سرش خدمتتون عرض کردم رسیده بودیم داشت خرخر میکرد، داشت نفسهای آخر میکشید، هزیون میگه و از دهنش کف ریخته بود. و شما با جنازه به اصطلاح خودت چیکار کردی؟ ما با جنازه برداشتیم رفتیم به اصطلاح به سمت عرض کنم به حضورتون که ایرانشهر حرکت کردیم از طریق اتوبان تهران و قم. بعد از عوارضی چند کیلومتر بود، 7-8 کیلومتر بود، من متوجه شدم، برگشتم عقب رو نگاه کردم، در حال حرکت دست روی گردنش گذاشتم که دیدم آقا نبض نداره، روی بینیش در واقع گذاشتم دیدم نفس نمیکشه، صورتش رو دست کشیدم دیدم آقا کاملا یخ، یعنی مرده. گفتم هیچ چی دیگه تموم شد، بدبخت شدیم، رفت، نابود شدیم. و این ما جنازه رو با خودمون تا حوالی شهر مهاباد اگه اشتباه نکنم از توابع استان اصفهان، جنازه رو میدونی کجا پیدا کردن؟ یزد. بله چون خودم شناساییش کردم. بردیم اونجا و توی یک حالت 200 متر از جاده رفتیم پایین و توی یه حالت مثل کانال مانند در واقع اون رو سوزوندیمش. چرا سوزوندین؟ که زودتر بتونن پیداش کنن، پیداش هم کردن. ما 23/12 جنازه رو انداختیم، 5/1 پیدا شده. سوزوندینش که زودتر پیدا شه، که زودتر پیدا بشه، دودش در واقع بلند بشه، چون کسی که میخواد ورداره عذرخواهی میکنم، ببخشید، معذرت میخوام که ببینید به شعور من توهین نشه. نه ببینید ما فقط در حد یک سوزاندن معمولی انجام دادیم، حتی اون رو خاکش نکردیم. سوزاندن معمولی که دود بلند نمیشه. سوزاندن معمولی دود بلند میکنه، دود فوق العاده زیاد که من اینو توی حتی بازسازی صحنه‌ام نشون میدم که به چه صورت. اینم تو فیلم‌ها یاد گرفته بودم. نه نیازی اصلا به این فیلماش. شما میگی من فیلم زیاد میبینم. کامران. بله. خوبین؟ قربونش. هم ورزشکاری بودم ولی الانم اگر موقعیت پیش بیاد بازم ورزش. بدنسازی کار میکنی کامران؟ بله. در حد اهل دعوا هستی؟ تا چی باشه؟ تا چی پیش بیاد؟ میدونستی قراره چه اتفاقی بیفته و همراه شدی با مجتبی؟ نه. نمیدونستی؟ ما رفتیم انقلاب، از اونجا گفت برو به سمت کارگر شمالی. ما رفتیم کارگر شمالی، یه ذره وایسادیم، چند تا زنگ زد، بعد در یه آپارتمان بود ولی خیلی نکنم خیلی بلند بود، چند واحد بیشتر نبود. باز شد،
گفت بیا. منم یه ذره حالت ترس، یه ذره عقب‌تر ازش حرکت کردم. اون جلو میرفت، منم پشتش میرفتم تا رسیدیم دم در باز بود. رفتیم طبقه بالا. گفتم تو رو هم یه ماسک به من داد. من اونجا دوزنی افتاد که خلافه. دم در رسیدیم، من یه فاصله دادم که مثلا ببینم جریان چیه و اینا. گفتش که بیا. منم رفتم، دیدم که یه آقای میان سالیه درازکش خوابیده رو زمین و تکون خاصی هم نمیخوره. مشتبه بالا سرش بود. بعد یه چند تا ضربه زد بهش، تکون خاصی نمیخوره. بعد من گفتم چیه جریان اینا چیه؟ گفته چی مثلا اینجوریه اونجوریه، تو هم گیری اینا. طرف پاچیده، این طرف خودش ترکیده. یه سویچ داد به من و یه دفترچه کوچیک فکر کنم مال مدارک ماشین بود. گفتش برو ماشین از پایین بیار. منم رفتم پایین. پیداش کردم، از تو کوچه آوردمش جلوی در. یه مدت منتظر موندم، دیدم خبری نیست. دوباره اومدم به سمت بالا، دیدم که یه نفر دیگه هم اینجا بود. درسته؟ الان بهش میرسم. رفتم بالا به سمت طبقه بالا، دیدم که در واحد بسته شده. خب به امیر رفیقمون زنگ زدم، همونجا دیدم جواب نمیده. اومدم که برگردم، یه چند تا هم آروم زدم به در. اومدم که برگردم، دیدم که در باز شد. در باز شد، تو رو نگاه کردم، یه خانمی بود منو راهنمایی کرد به داخل. خب راهنمایی داخل کرد. منم دیدم که بله این رفیق ما طرفو کلا مومیاییش کرده. یه مقدار کشیدش آورد جلوی در. منم رفتم پایین، در ماشین رو باز کردم. اینم گذاشته بودش توی یه دونه پتو میکشید، راحت از روی موزاییک میومد. یه تیکه نمیتونست که از در به ماشین انتقالش بده، اون یه تیکه کمکش کردم. یعنی از بالا 3 نفری نیاوردید؟ خانومه بود. من رفتم جلوی در ماشین. شما خود میدونی انقلاب جای شلوغیه، ماشین درباز روشن جلوی در باشه اونجا هم گشت زیاد رد میشه. منم یه تیکه می اومدم بالا، دوباره اومدم پایین. خب اومدم پایین، بعدش یه ذره وایسادم، دیدم داره میاد، یه تیکه رو کمک کردم، اینو گذاشتیمش توی ماشین، درو بستیم. خب گفت من میرم برای پاکسازی. گفت برو یکم بالاتر وایسا تا من بیام. منم سوار ماشین شدم، یکم رفتم بالاتر. مجتبی با یه کیف اومد، یه کیف دستی این برزنتیا دستش بود. خب خود مجتبی اومد؟ آره. خب رسید، سوار شدیم. گفتم آقا بدبختمون کردی، چیکارمون کردی؟ گفت الان داستانو برات میگم، نگران نباش. تا اینکه من بهش گفتم که بنزین خیلی نداریم اگه قرار مسیر طولانی بریم. گفت باشه، اولین پمپ بنزین، اما اولین پمپ بنزین وایسا پرش میکنم. گفتم مرد حسابی تو مغز نداری؟ الان دوربین میزنه. خب چیکار کردی؟ پمپ بنزین. گفتش که نه، بغل پمپ بنزین وایسا، من بطری برات میارم. رفتیم، اولین پمپ بنزین بود، داخل نرفتیم، بغل پمپ بنزین وایسادیم. اینا میرفت بطری می آورد بنزین جدید بعد. آره پر کرد، یه مقدارش هم نگه داشت، انداختش پشت ماشین. یه مقدار رفتیم جلوتر، گفتش خاکی دیدی بزن کنار، یه کاری دارم. بعد گشتیم یه جایی که راه داشته باشه به داخل پیدا کردیم. گفت اینو برو تو. ما هم رفتیم تا جایی که ماشین گیر کرد. خب گیر کرد، بغلش یک کانال بود، طرفو کشید بیرون. من گفتم میخوام بندازه تو کانال. گفت ماشین رو سرتک کن. منم دنده دادم تا ماشین لاستیکش در بیاد. دور زدم، اومدم سر جاده وایسادم. از آینه عقب دیدم که شعله اومد بالا و گفتش اینم از این دیگه. آتیشش زدم، هیچی معلوم نیست. یه مقدار رفتیم جلوتر، گفتیم آقا بدبخت شدیم دیگه، کار تموم و دیگه چقدر طول بکشه، 1-2 ماه ما رو میگیرن و تو هم که خیلی آدم تابلویی هستی. گفت آقا من اینجوری کردم، خیالت تخمولا درزش نمیره و من فکر همه جا رو کردم و هیچی نمیشه. اونقدر هم که فکر میکردی خلاف بزرگه نیست. آره. پیغام پسخان فرستاد که اینو نگو، بریز رو خانومه، بگو بالا مرده بود، ما فقط جنازه جابجا کردیم. در حالی که من حالا بازم نمیدونم به ضررم بشه یا به سودم، میگم نه، من مطمئن نیستم که مرده باشه. 100 میلیارد به من بدن،
حتی اعدامم کنم بیشترش گردن نمیگیرم، چون من نکردم. آتش سوزی من نکردم، دستم به طرف من نزدم، از قبلم جریان رو نمیدونستم. اینا رو من نمیدونستم، بقیه کارا رو کردم. جنازه یا زنده طرف رو جابجا کردم، میتونستم به پلیس بگم نگفتم، این کارا رو کردم. حالا جرمش رو دیگه نمیدونم. خیلی متشکرم کامران که با همون صحبت کردیم. رضایت دارین از اینکه با ما صحبت میکنین؟ بله. هر چیزی که خودتون دوست دارین رو بگین درباره این پرونده. گریه کردین؟ بله. بر چی؟ خب به خاطر شرایطم که اینجا هستم که نباید باشم. یعنی شما خودتون رو محق میدونین؟ بله. به هر حال من توی زندگیم خیلی آسیب دیدم توی این حدوداً 1 سال. به خاطر این بازداشتایی که شدم. چیزی که میتونم بگم ادعای این آقایون رو کذب میدونم. اوایل تحقیقاتی هم که انجام شد، چون محل زندگی من به گونه‌ای هستش که شرایط ویژه‌ای داره. از دوربین‌های از چند زاویه دوربین دم خونه منو میگیره. بررسی شد، نه اینکه حرف من باشه. تمام فیلم ها رو گرفتن، تمام فیلم ها بازیابی شد، همش آوردن تشخیص هویت، همه ریکاوری شد، ولی چیزی دال بر ورود کسی به منزل من وجود نداشت. خب شما میشه بگین چطور این اتفاق برای همسر محترمتون افتاده؟ من اصلا تا تایمی که این آقایون مطرح کردن رو خواب بودم. چجوری بگم چه اتفاقی افتاد؟ من صبح از خواب بیدار شدم. نه شما کی متوجه شدین که همسرتون به قتل رسیده؟ همسرم رو من تا اوایل دی ماه نمیدونستم به قتل رسیده. فکر میکردید خونه نیست؟ نه فقدانش شما اعلام کرده بودید. خب همون دیگه، عرضم همین بود که شما فکر میکردید کلا خونه نیست. من از همسرم شب قبلش سردرد داشت، یعنی بیان میکرد که خیلی سردرد، خیلی زود خوابید. بعد روز بعد من باش تماس گرفتم، ایشون گفت تلفنشون اصلا زنگ نمیخورد. از محل کارشون پیگیری کردم و من گفتن که رفتن مأموریت. بله. و شما فکر می‌کردین رفتن مأموریت؟ بله. حالا چند بار دیگه من بارشون تماس گرفتم ولی باز موبایلشون زنگ نمیخورد. من فکر می‌کردم همچنان در مأموریت هستن. تا چند وقت؟ که دوستش همکارش که من گفته بود رفته بود مأموریت، اومد در منزل ما، گفت که اصلا سر کار نرفته و بهتره که با هم به کلانتری مراجعه کنیم. سوالی که میپرسم، یعنی هر سوالی که پرسیدم و دوست نداشتین جواب ندید. بفهمید. کاملا حق و حقوق شما محفوظه. با همسرتون مشکل داشتین؟ خیر. اون 2 نفر چرا باید این کارو بکنه؟ علت دقیقش رو نمیدونم. پرونده خیلی زیاده، خیلی گسترده است. مسائل ناموسی توش بوده، مسئله قاچاق توش بوده، مسئله پولشویی توش بوده که من اصلا هیچ کدوم از اینا رو نمیدونستم. ارتباط با همسرم و دوستاش و کسایی که باشون در ارتباط بوده و چیزایی که دوستاش مطرح کردن، چیزایی که حتی دوستاش دقیقاً توی گزارش و اظهاراتشون نوشتن که خانومش اصلا در جریان نیست. البته خب متوفا چون در بین ما نیستن ما نمیتونیم قضاوتی بکنیم، منتها مدارک هسته، شما میتونید پرونده رو ببینید. شما اون شبی که این 2 متهم ادعا میکنن که وارد خونه شما شدن توی منزل خودتون بودین دیگه؟ بله. و همسرتون هم توی منزل بوده؟ بله. من نمیتونم دقیقاً تایمش رو بگم از چه تایمی. من از خواب بیدار شدم مثل هر روز. دیدید که ایشون رفتن سر کار؟ فکر کردم که رفتن سر کار و چون بیان کرده بود شب قبلش که سرش درد میکنه، من به موبایلش زنگ زدم حالش رو بپرسم. موبایلش زنگ نمیخورد، زنگ زدم محل کارش که دوستاش به من گفتن که رفته مأموریت. شما با هیچ کدوم از این 2 متهم ارتباطی داشتین؟ یکی از این متهما برای شرکت من کار میکرد.
بازاریاب شرکت. و شما مدیر فروش بودین اونجا؟ بله. چرا کارمند زیر دست شما باید بیاد علیهتون؟ اصلا نمیدونم، ممکنه هر دلیل دیگه‌ای داشته باشه و میخواسته از طریق من به همسرم نزدیک بشه. ممکنه مجتبی برای نزدیک شدن به همسر شما از قبل برنامه‌ریزی کرده باشه، بیا توی شرکت شما استخدام بشه و زیر دست شما شروع کنه کار کردن و بعد از یه مدت اعتماد شما رو جلب کنه و از این طریق به همسر شما نزدیک بشه و به من، خانواده‌ام، به هر کسی نزدیک بشه. چطور میتونه به خانواده شما نزدیک بشه؟ به خود شما به من خانواده منظورم من، دخترم، همسرم. خب چطور؟ خب آدرس خونه منو بدونه. از کجا باید بدونه؟ از کجا بدونه؟ 2-3 بار اتفاق افتاده بود برای من نمونه جنس فرستاده بودن منزلم. نمونه جنس رو کی فرستاده؟ ایشون آورده بودن. خودش؟ بله. پس منزل شما رو بلد بود؟ بله، من شاهدم داشتم موقعی که آوردن. ببخشید ایشون کارمند من بود. خب ما یه شرکت دیگه، یه جای دیگه داشتیم روی محصولات دیگه سرمایه گذاری میکردیم. بله. ایشون برای من رفت یک سری ویفر و بیسکویت و تا اونجایی که یادم هستش حتی یک مقدار چایی، بله. صرف نمونه بسته‌بندی محصولات آورد. و چون کارتون سنگین بود، من کسی افرادی هم خونمون بودن، بگم که تنها بودم نه، شاهد هم دارم، آوردن بالا و درب منزل به من تحویل دادن. و چطور شد شرکت نیاوردن؟ چون من شرکت نمیرفتم چند روز. قضیه آمپولم نمیدونید؟ شما که میگید من از کل پرونده آگاهی دارم. آمپول رو اینجا شنیدم که گفته بودم من تزریق کردم. چه چیزایی اینجا شنیدین؟ نه واقعا نمیدونستم. من حتی نمیدونستم همسرم فوت کرده تا آخرش به من بنا نبوده آخه اینجوری بشه. درسته؟ اصلا بنایی وجود نداشته. یعنی من قراری با این آقا نداشتم که بخوام بنایی وجود داشته باشه. نه من طبق صحبت مجتبی عرض می‌کنم. نه اصلا من با ایشون قراری نداشتم و من تا افسر پرونده نتیجه آزمایش‌ها رو به من نشون داد. من باورم نمیشد. حتی اونجا برگشت به من گفتش تو واقعا هنوز نمیخوای قبول کنی این موضوع رو که همسرت فوت شد؟ بله. آمپولا رو داشتید می‌فرمودید؟ آمپولا رو هم ایشون گفتن که من زدم. به ظاهر دوستش رو برگشته نقضش رو مطرح کرد. من حتی در مواجهه حضوری که با ایشون داشتم پرسیدم، گفتم علت واقعیش رو بهم بگید، خود من این موضوع رو راحت تر میپذیرم. بسیار خوب. حرف خاصی دارید که کمک کنه به پرونده؟ حرف خاصی که امیدوارم که پرونده درست بررسی بشه و نتایج درستی ازش گرفت. ما هم همینطور، هم برای شما هم برای کل پرونده امیدواریم که به سمت و سوی خوبی پیش بره، چون این وسط پای قتل یک نفر در میونه. بله. پای قتل همسر شما در میونه. ممنونم از اینکه با همون گفتگو کردیم. خواهش می‌کنم.